بنیانگذار دانشگاه است و به خصوص بنیانگذار فیزیک دانشگاهی داریم. از اون اوائل استاد جناب با ایشان همکاری داشتند و به بار بهتر دکتر جناب اولین فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستند، فیزیک ایران هستند که البته اون زمان دانشگاه آزاد. ایشان علاقه وافری به رشد علم به خصوص علم کاربردی در مملکت نشون دادن و خدمات ارزنده ارائه کردن و امشب در این محفل حضور دارن. ما از از فردا اولین روز با نمونه زندگیشون که باید برنامهشون رو برای امیدوارم در راهی گرفتن خودشون موفق باشن، هم بتوانم خدمت بکنن به جامعهشون. اون موقع که ما شروع کردیم به فیزیک، تمام هیئت علمی رشته فیزیک تمام در شیرین و فرانسوی آزمان از سال دوم تحصیلم در دارالمعلمین عالی من متصدی آزمایشگاه فیزیک و شیمی بودم. یعنی هیئت علمی 2 نفر واقعا تنها برای یه شغلی داشته باشم این کار را اونا کرده بودن، بلکه معتقد بودن که در ایران باید رشته‌های علمی بهش توجه بشه و توسعه پیدا بکنه. دانشگاه اون موقع نبود، فقط دارالمعلمین بود که در دارالمعلمین به همت ایشون رشته‌های فیزیک و شیمی و ریاضی و علوم طبیعی داخل شد و فقط در رشته فیزیک بود که ایشون ایرانی بودن و تدریس می‌کردن باقی رشته‌ها برای عده استادای فرانسوی بودن که باید با راهنمایی ایشون انتخاب شده بودن برای این کار. برای من واقعا خاطره جالبی دارم که چه علاقه ایشون زحمت کشیدن. خیلی اتفاق میافتاد که تا ساعت 10 شب ایشون در آزمایشگاه با ما کار میکردن و حتی ما جزوه نویسی جزوه نداشتیم. کتاب‌های رایج در فرانسه به راهنمایی ایشون وارد کرد از اونا ما استفاده می‌کردیم. کارهای عملی خیلی ساده ایشون علاقه داشتن. ما برای بگیریم سیم کشی، لحیم کاری، حتی شیشه گری، یعنی ممکن دانشگاه علوم در دانشگاه تهران می‌دیدن مثل اینکه رشته شیشه گری هم بود در قسمت فیزیک. حالا در قسمت یه بهترین که هم پیدا دارد. یعنی ما در اون موقع علاوه بر خوندن کتاب و اطلاع از مطالب علمی، کارهای عملی خیلی زیاد